به نام خدا، محمد رضا آبادیان هستم با بخش دوم جعبه ابزار آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نگارش 2015 که در خصوص تاریخچه استانداردهای سیستم مدیریتی ایزو 9001 نگارش 2015 هستش. بسیاری از همکاران بنده در هنگام تشریح الزامات ایزو 9001 این بخش رو در نظر نمیگیرن. تجربه سالهای مشاوره بنده در سازمان ها و متقاضیان مختلف نشون داده که بسیار از سازمان ها با اینکه سالهای زیادی هستش که سیستم مدیریت کیفیت و یا هر سیستم مدیریت دیگری رو در سازمان خودشون مستقر کردن، با این تاریخچه سیستم مدیریت و تعاریفی که در این حوزه وجود داره آشنا نیستن. اما دونستن این مطالب در شناخت بهتر استانداردهای سیستم مدیریت به شما خیلی کمک میکنه. اون چیزی که ما در قالب استقرار یک استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 در سازمان اجرا میکنیم به نوعی یک پکیجی از استانداردها هستش که به اون میگن استانداردهای سری 9000 که در ادامه میگم که شامل چه استانداردهایی هستش. استانداردهای سری 9000 مجموعه استانداردهای مدیریتی هستند که مبانی یک سیستم مدیریت کیفیت رو تشریح میکنه. این استانداردها کاملا عمومی بوده، به این معنی هستش که بدون توجه به ابعاد سازمان از نظر تعداد نیروی انسانی، از نظر تعداد محصولات یا خدمات، از نظر پیچیدگی‌های مربوط به محصول یا خدمات و از نظر اینکه تولیدی هست یا خدماتی هست، خصوصی هست یا دولتی هست، قابلیت استقرار و علنهای ممیزی رو داره و هیچ ربطی به این جزئیات نداره. یک سیستم مدیریت کاملا عمومی هست که برای همه سازمان ها بدون توجه به این مشخصات و جزئیات قابلیت استقرار داره. من همیشه یک مثالی میزنم، میگم یک تاکسی یک نفره هم میتونه برای سازمان خودش، برای تاکسی خودش ایزو 9001 بگیره تا یک وزارتخونه چند هزار نفری. چند سال پیش در اخبار خبری بود مبنی بر اینکه خانواده در انگلیس برای خانواده خودش ایزو 9001 گرفته، یا به عنوان مثال اولین مسجدی که در دنیا تونست ایزو 9001 بگیره یک مسجدی در شهر رشت بود که گواهینامه سیستم مدیریت ایزو 9001 رو برای خودش اخذ کرد، که حالا در ادامه مثال‌هایی هم از نوع نگاهی که میشه در مورد سازمان‌های NGO و یا خدماتی اینچنینی به سیستم مدیریت کیفیت داشت و کمکی که میتونه این سیستم مدیریت بهشون بکنه رو مثال‌های خواهم زد خدمتتون. خب اولین بار این استاندارد سری 9000 که به عنوان محبوب ترین استانداردهای ایزو هست، سازمان جهانی استاندارد ایزو که توی بخش قبلی خدمت شما تشریح کردم، در سال 1987 منتشر شد و خب سالهای زیادی رو داریم از این استاندارد استفاده میکنیم. تاریخچه شکلگیری این استاندارد به سال 1963 برمیگرده، یعنی زمانی که ارتش در بحبوحه جنگ جهانی دوم در کشورهای مختلف بزرگترین خریدار محصولات و خدمات سازمانهای مختلف بودش. تا قبل از این نظام ارزیابی کیفی محصولات و خدمات ارتش و صنایع دفاعی و نظامی بر اساس نمونه برداری، آزمون و تایید بهره خریداری شده بود. به عنوان مثال اگه شما یک کانتینر قرار بود از ملزومات نظامی به عنوان مثال پوتین رو بخرید، یک تعداد از اونها رو با توجه به تعداد کل بهرش انتخاب می‌کردن، بر اساس جداول آماری و نمونه برداری آزمون‌های مربوطه رو بر روی اون محصول انجام میدادن. در صورت تایید محصول کل پارت خریداری شده یا کانتینر خریداری شده مورد تایید قرار می‌گرفت. خب این روش ایرادات بسیاری داشت. به عنوان مثال شما حجم نمونه برداری ها زیاد بود، حجم آزمون ها زیاد بود، هزینه های آزمون افزایش پیدا میکرد، گاهی اوقات آزمون ها مخرب بودن، یعنی شما وقتی آزمون میکردید نمونه از بین میرفت. به همین دلیل هزینه های مربوط به کنترل کیفیت افزایش پیدا میکرد که هزینه‌های قیمت تموم شده کالا یا خدمات به نوعی افزایش پیدا میکرد. در سال 1963
استاندارد نظامی MILQ 9858A تصویب شد و تعیین شد که در اون به ساختار سازمانی مراجعه می‌کردن برای تایید محصول یا خدمات. به عنوان مثال در یک کارخانه تولیدی می‌دیدن که آیا ساختاری برای ارزیابی کیفی مواد اولیه ورودی به کارخانه وجود داره؟ آیا ایستگاه‌های کنترل کیفیت وجود داره؟ آیا نیروهای آموزش دیده نسبت به تولید محصول اقدام می‌کنند؟ آیا کنترل‌های نهایی وجود داره؟ آیا نظامی برای تریسیبیلیتی یا ردیابی محصول وجود داره؟ مواردی از این دست. بیشتر تمرکزشون پس روی ساختار سازمانی بود. این تجربه مفیدی بود، به طوری که استانداردهای دفاعی ناتو تحت عنوان انتشارات تضمین کیفیت متفقین در سال 1969 استانداردی تحت عنوان AQAP تدوین کرد که در اون این موضوع با جزئیاتی بیشتری تشریح شد. در سال 1979 سازمان استاندارد انگلستان یا بریتیش استاندارد به عبارتی بریتیش استاندارد اومد استاندارد BS 5770 رو در انگلستان تصویب کرد که استانداردهای سه‌گانه برای مدل‌های تضمین کیفیت بود. این تجربیات از 1963 تا 1979 منجر به این شد که سازمان جهانی استاندارد اولین نگارش استانداردهای تضمین کیفیت سری 9000 رو در سال 1987 منتشر کنه که در سال 1994 به بازنگری و انتشار ویرایش دوم استانداردهای تضمین کیفیت سری 9000 رسید. در سال 2000 مجددا با تغییرات داشتیم در قالب ویرایش سوم استانداردهای مدیریت کیفیت. در سال 2008 تغییرات مجددی رو داشتیم در خصوص استاندارد مدیریت کیفیت سری 9000 در قالب ویرایش چهارم و در حال حاضر نگارش 2015 آخرین نگارش مورد استناد در مورد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 است که نگارش پنجم اون تلقی میشه. خب در مورد تغییراتی که در این به عبارتی سالها اتفاق افتاده موارد زیادی هست خارج از این بحث هستش، ولی بدونید که این عناوین مد نظر این تغییرات بوده. رویکرد فرآیندنگری در سازمان در نگارش‌های مختلف افزایش پیدا کرده. رویکرد نگاه استراتژیک به سازمان و تحلیل محیط کسب کار و فرصت‌ها و تهدیدها و قوت‌ها و ضعف‌ها در نگارش مختلف افزایش پیدا کرده. مدیریت ارزیابی ریسک به عنوان یک تغییر اساسی در 2015 گنجونده شده. بحث مدیریت دانش و آموزش پرسنل در سالها تکمیل شده و نگاه عمیق‌تری بهشون انجام شده. همینطور بحث بهبود مستمر در تمامی این سالها به عبارتی بهش رویکرد نشون داده شده. نگاه مشتریان از حالت اینکه صرفاً شکایت داشته باشن تا بهشون رسیدگی بشه به رضایت مشتریان تغییر پیدا کرده در نگارش سالهای مختلف. مواردی از این دست بر اساس تجربیاتی که اعضای سازمان جهانی استاندارد در کمیته مزبور و فیدبکی که از سازمان‌های مختلف دارند منجر به این تغییرات در استاندارد ایزو 9001 گردید. بسیار ساختار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و بقیه سیستم‌های مدیریت از نظر سازمان‌های دخیل در این استاندارد به این شرح هستش که من خدمتتون دارم توضیح میدم. شما اگر سازمان‌های دخیل در سیستم مدیریت و هر سیستم مدیریتی و سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 رو در نظر بگیرید، یک مثلث میتونید در نظر بگیرید که در این مثلث شما در لایه پایین که همین بخش سبز رنگ هستش مشاورین استقرار سیستم به همراه سازمان‌های متقاضی سیستم مدیریت قرار دارن که میان اون استاندارد مورد نظر خودشون رو در اینجا مستقر میکنن به کمک مشاورین. حالا این مشاورین میتونه کارشناسان خود سازمان باشه و وقتی که این الزامات سیستم مدیریت کیفیت حالا یک بار 9001 هست، یک بار 22000، 14001، 45001 و هر استاندارد سیستم مدیریت دیگه ای رو مستقر کردن مراحل استقرار، ایجاد سوابق، ممیزی داخلی و مواردی از این دست رو که در ادامه بهش میپردازیم انجام دادن، از یک شرکت سی بی یا صادر کننده گواهینامه درخواست میکنن تا سازمانشون رو تحت ممیزی قرار بده. این شرکت های سی بی معمولا شرکت های به عبارتی
خصوصی هستند که به واسطه نیروی انسانی، تحصیلات و تجربیاتی که دارن توسط سازمان‌های AB تحت نظام اعتباردهی قرار میگیرن. بس بنابراین CB ها اعتبار خودشون رو از AB ها میگیرن. CB ها یا Certification Body ها، AB ها که ساختار دولتی دارن، معمولا نماینده سازمان ملی هر کشوری هستن و ساختار رسمی دولتی دارن، نظارت میکنن بر روی CB ها. به عنوان مثال اکریدیشن بادی که در ایران حضور داره به عنوان مرکز تایید صلاحیت ایران یا نیسی هستش که بخشی از سازمان ملی استاندارد هست، یا به عنوان مثال شرکت DAS انگلستان که دفتر منطقه‌ای در ایران داره یک شرکت صادرکننده گواهینامه یا CB هست که به عبارتی در ایران فعالیت میکنه و تحت نظام اعتباردهی یوکاس انگلستان، یعنی اکریدیشن بادیش یوکاس انگلستان، در عین حال یه تایید صلاحیت هم از نیسی ایران داره. حالا این لایه بالای AB ها همونطور که در بخش قبلی هم خدمت شما گفتم سازمان جهانی استاندارد هستش که وظیفه نظارت بر روی AB ها رو داره. AB ها وظیفه کانفرم کردن و اپروف کردن CB ها رو دارن و CB ها در سازمان ها حضور پیدا میکنن و اون سیستم مدیریت مد نظر سازمان رو که مستقر کردن براشون ارزیابی و گواهینامه بین‌المللی صادر میکنن. خب برگردیم به استانداردهای سری 9000. همونطور که عرض کردم درون این پکیج 3 استاندارد وجود داره. استاندارد ایزو 9000 2015 که تحت عنوان سیستم های مدیریت کیفیت مبانی و واژگان هستش، استاندارد ایزو 9001 2015 سیستم های مدیریت کیفیت الزامات هست و ایزو 9004 که آخرین نگارشش 2018 هستش، سیستم های مدیریت راهنمایی هایی برای دستیابی به پایداری سازمان هست. هر کدوم از اینا ببینیم چی هستش. ایزو 9000 نگارش 2015 همونطور که از عنوانش مشخصه تعاریف و اصطلاحات مدیریت کیفیت است، یعنی تمامی کلماتی که در متن استاندارد دارای تعریفی خاص هست در این استاندارد بهش پرداخته میشه. به شما توصیه میکنم که حتما این متن استاندارد ایزو 9000 نگارش 2015 رو که در پکیج شما فایل PDFش وجود داره حتما ملاحظه کنید، هرچند ما در بخش بعدی به کلمات و واژگان کلیدی و مهمی که در متن این استاندارد وجود داره خواهیم پرداخت. دونستن این واژگان و کلمات باعث میشه یک زبان مشترکی برای تمامی ذی‌نفعان و استفاده کنندگان از این استاندارد چه در سطح ملی و در چه سطح بین‌المللی ایجاد بشه. اما استاندارد اصلی که در سازمان شما مستقر میشه ایزو 9001 است، نگارش 2015 که یک سری جملات حقوقی، یک سری الزاماتی داره برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگه داشتن سیستم مدیریت کیفیت. پس بنابراین هم ایجاده، هم استقراره، هم اجرا هست و هم برقرار نگه داشتن، به گونه‌ای که لازم باشد قابلیت سازمان در سیستم مدیریت کیفیت به اثبات برسه و بشه اون ارزیابی کرد، حالا از طریق ارزیابی شخص دوم و یا شخص سوم. این جمله رو خیلی دقت کنید. این استاندارد برآورده کردن مداوم خواسته‌های مشتری و همچنین بر رعایت مستمر الزامات قانونی و مقرراتی نیز تاکید دارد. شما این کلمه الزامات قانونی و مقرراتی رو بسیار خواهید شنید. یعنی چی؟ ببینید در متن استاندارد بسیاری از قسمت‌ها به الزامات قانونی و مقرراتی اشاره می‌کنه. میگه این الزامات قانونی و مقرراتی قوانین کشورهای خودتون هستش، حالا منطقی خودتون هستش. به عنوان مثال میزنم یک کارخونه مثل کارخونه توپ ورزشی، چون من تجربهشو داشتم دارم عرض می‌کنم، در یک مقطعی در ایران استاندارد محصول یعنی استاندارد ایزیری یا سازمان ملی استاندارد در مورد توپ‌های ورزشی الزامی بود، یعنی حتما باید شما توپ تولیدیتون آرم استاندارد ایران رو می‌داشت. در این صورت اگر این سازمان یا این کارخونه می‌خواست ایزو 9001 بگیره، چون استاندارد ملی ایران الزام قانونی بودش، حتما باید قبل از اینکه ایزو 9001 می‌گرفت باید میرفت استاندارد محصولش رو می‌گرفت، چون یک الزام قانونی وجود داشت. منتها در مقاطعی به نام مصوبه شورای عالی استاندارد توپ‌های ورزشی از دامنه شمول استاندارد اجباری خارج شد و به استاندارد تشویقی تبدیل شد. خب در این حالت سازمان میتونه بدون اینکه استاندارد ملی ایران رو برای محصول خودش که توپ ورزشی هست بگیره، نسبت به
استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 در سازمان خودش اقدام کنه، چون دیگه الزام قانونی نیست. خب این الزامات قانونی متعدد هستن، شما از الزامات قانونی حوزه زیست محیطی گرفته، الزامات قانونی حوزه ایمنی گرفته، الزامات قانونی حوزه کیفیت گرفته، همه قانون کشورها هستش که ایزو 9001 به اونها نمیپردازه، ولی میگه باید اونها رو رعایت میکنید، به جزئیات اونها هیچ اهمیتی نمیده. که وقتی شما سیستم رو مستقر میکنید 3 نوع ارزیابی در سازمان خودتون اتفاق میفته. ارزیابی شخص اول که در ادامه هم خواهیم گفت، ممیزی داخلی توسط خود پرسنل سازمان انجام میشه و به عنوان ارزیابی شخص اول شناخته میشه و یک نکته بسیار مهم داره تحت عنوان اینکه ممیزی شونده نباید در واحد تحت ممیزی ذینفع باشد. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مثلا واحدهای صنعتی در نظر بگیرید، واحد تولید نمیتونه واحد خودش رو ممیزی کنه، واحد فنی نمیتونه واحد خودش رو ممیزی کنه، باید بیاد واحد دیگری که ذینفع نیست. به عنوان مثال فنی باید بره واحد کنترل کیفیت رو ممیزی کنه، بازرگانی باید بره واحد فنی رو ممیزی کنه، ذینفع نباید باشه. به همین دلیل هستش، همین جمله کلیدی هستش که در متن استاندارد وجود داره. شما در زمان ممیزی داخلی برنامه ممیزی رو وقتی می‌نویسید، علاوه بر اینکه نام خانوادگی طرف رو می‌نویسید، سمتش رو می‌نویسید و واحدی که میخواد ممیزی کنه رو هم می‌نویسید. به این روش اثبات می‌کنید که ممیزی کننده و در واحد ممیزی شونده ذینفع نیستش. امیدوارم که این مثال براتون گویا بوده باشه. اما ارزیابی شخص دوم ارزیابی است که توسط سازمان‌های بالادستی اتفاق میفته که شامل تامین کنندگان، خریداران و ذینفعان دیگه هستند. مثل سابکو که کارخانجات قطعه ساز رو تحت ارزیابی قرار میده تا اجازه خرید از اونها رو صادر کنه که معمولا هم سختگیرانه تر هست. یعنی شما ممکنه الزامات IITF که یک استاندارد مربوط به قطعه سازها هست خودتون مستقر کنه، در این حال سابکو بیاد همون استاندارد رو با سیستم‌های سختگیرانه تری ممیزی کنه، چون میخواد از اون واحد صنعتی قطعه بخره و ذینفع هستش. اما ارزیابی شخص ثالث همون ممیزی های نهایی هستش که توسط شرکت های صادر کننده گواهینامه صورت میگیره یا CB ها صورت میگیره که همونطور که عرض کردم 2 تا قید مهم داره: الزامات قانونی مقرراتی و برآورده کردن مداوم خواسته های مشتریان. این 2 نکته به عنوان هدفی هستش که برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و صدور گواهینامه معتبر اون توسط CB ها بهش اشاره شده. و اما استاندارد آخر در اون سری 9000 استاندارد ایزو 9004 اسمش مشخصه، میگه راهنمایی برای دستیابی به پایداری سازمان. یعنی چی؟ یعنی میگه الزاماتی که در ایزو 9001 نگارش 2015 نوشته شده، من به شما مصداقای عملیاتیشو میگم. اگر ایزو 9001 حالا آخرین نگارشش 2015 یک جملات حقوقی داره، مصداق‌های این جملات حقوقی در سازمان‌های مختلف توسط ایزو 9004 تشریح شده و بیان شده. من به شما توصیه می‌کنم برای درک صحیح‌تری از این مصداق‌ها و دلایل تدوین مستندات و زیرساخت‌هایی که در ادامه بهش می‌پردازیم، حتما ایزو 9004 رو مطالعه بکنید تا دید بهتری به شما بده. اما همین استانداردها همونطور که عرض کردم در سازمان جهانی استاندارد در سالهای مختلف تحت بازنگری قرار میگیره و دلایل این امر هم این هستش که ارتباط با مخاطبان خودشون رو که واحدهای صنعتی هستن، مشتریان هستن، دولت‌ها هستن، نظارت‌های دولتی هستن حفظ بکنه و به روز بشود، با سایر استانداردهای مدیریت یک پارچه هماهنگ باشد. به این معنی که شما وقتی که ایزو 9001 رو در سازمان خودتون مستقر می‌کنید، بعد از یه مدتی می‌خواید استاندارد جدیدی تحت عنوان ایزو 14000 ایزو 45001 و بقیه استانداردها رو مستقر کنید که بعضی از بندهای اونها با بندهای ایزو 9001 همسو هستند و یا پوشش میدن و همپوشانی دارن. بس بنابراین استانداردها باید همسو باشن تا بتوانند
این استانداردها رو با همدیگه هم مستقر کنید. از نظر شماره بندها، متن استاندارد در قسمت‌های مشترک باید این یک پارچگی ایجاد بشه. به همین دلیل است این رویکرد یک پارچه برای سازمان باعث میشه که مستنداتش در زمانی که از چند سیستم مدیریت داره استفاده میکنه حداقلی باشه، در این حال رویکردش یک پارچه باشه. به عنوان مثال یک واحد صنعتی که ایزو 9001 14001 و 45001 رو برای خودش اخذ میکنه، به نوعی یک استاندارد IMS رو داره برای خودش میگیره، یا به عبارت Integrated Management System، که این رویکرد یک پارچه باید حتما در این استاندارد به عبارتی در این سازمان کاملا دیده بشه. خب این زیرساخت‌هایی رو باید برای حداقل 10 سال آینده این استانداردها فراهم بکنن. فرآیندهای حاکم بر محیط کار سازمان‌ها باشون تطبیق پیدا کنه. یک مثال بزنم، در نگارش‌های قبلی در روش‌های اجرایی اطلاعات مدون خیلی اشاره به نحوه نگهداری داده‌ها به صورت دیجیتال نبود، اما در نگارش 2015 با توجه به اینکه این دیگه در سازمان‌ها یک امر عمومی هستش، به عبارتی با فرآیندهایی که در سازمان‌ها تغییر پیدا کرد، بخش مربوط به داده‌های دیجیتال به صراحت در متنش پرداخته میشه که در ادامه بهش خواهیم گفت. پس بنابراین در نکته آخر این که در جهت افزایش رضایت مشتریان گام بردارن و بر تمامی گروه‌های مصرف کننده تاثیر خودش رو بذاره. این از دلایلی هستش که شما در بازنگری استانداردها به دنبالش هستش. اما یه نکته بسیار مهمی که وجود داره و ما در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت، الگوی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر فراینده. در نگارش 2015 میگه سازمان بر اساس فرایندهاش هستش که به عبارتی شناسایی میشه. اگر ما یک بخش ورودی داشته باشیم تحت عنوان مشتریان و سایر طرفهای ذینفع که الزامات و نیازهای خودشون رو میگن، و یک خروجی داشته باشیم تحت عنوان محصولات خدمات که منجر به رضایت مشتریان میشه، در درون سازمان ما مجموعی از فرایندها رو داریم تحت عنوان PDCA یا بهبود مستمر که پلن هستش به عبارتی، یا همون طرح‌ریزی، دو هستش، عملیات، چک هستش، ارزیابی عمل کرد، اکت هستش، یک اقدام هست، یک رهبری هستش برای اینکه مجددا این ساختار حفظ بشه، و این چرخه بهبود مستمر هستش. نگران نباشید، در جای مربوطه خودش کاملا برای شما تشریح خواهم کرد و کاملا میگم چه فرم‌هایی رو استفاده کنید تا برای ممیز و خودتون اثبات بشه که رویکرد بهبود مستمر رو در سازمان خودتون دارید. این فرآیندهایی که مدام دارن این کار رو انجام میدن توسط فرآیندهای پشتیبان همیشه ساپورت میشن. به عنوان مثال فرآیند خرید کالا و یا مواد اولیه یک فرآیند پشتیبان هستش که برای رضایت مشتریان مدام داره فعالیت میکنه. نگران نباشید، در جای خودش دوباره به این الگو برمیگردیم. همونطور که عرض کردم این نگارش 2015 به شفافیت در مورد مدیریت فرآیندها، چرخه PDCA یا چرخه دیمینگ صحبت کرده و ما هم در جای این آموزش این رویکرد فرآیندی و مستنداتی که نیاز داریم رو کاملا برای شما تشریح میکنیم. بسیار ممنونم از توجه شما. من سعی کردم که ساختار مستندات استانداردهای سری 9000 سازمان‌های دخیل بر اجرای این استاندارد رو برای شما تشریح کنم. در ادامه ما وارد بندهای استاندارد خواهیم شد و در طی این بندها مستندات مورد نیاز، زیرساخت‌های مورد نیاز رو کاملا به صورت عملیاتی و نمونه براتون تشریح خواهم کرد. موفق باشید.